سلام به خوشگلای من، چطورین؟ خب امروز یه سالاد جدید میخوام براتون درست کنم. مواد مورد نیاز: کاهوی کلمی، انگار سفید گرداب. سالاد امروز اسمش سالاد گلابیه. گلابی از اینا که ما بهش میگیم کرنبری، ولی میشه به جاش از مثلا مویز یا کشمش هم استفاده کرد. پنیر فتا، گردو. این مواد سالاده. مواد سس هم بهتون میگم. مواد سس: روغن زیتون، آب لیمو، دژان ماسترد، یه نوع خردله و همین عسل. خب میگم اول کاهوهای کلمی رو خورد میکنیم، گردو و پنیر فتا رو اضافه میکنیم، سپس گلابی ها رو خورد میکنیم به صورت مکعبی به این شکل و کرنبری رو بهش اضافه میکنیم. من همه این کار رو کردم و در نهایت سالاد این شکلی شد که نمیتونم که چپش کنم، ولی عکسش رو زمینه پرونده میکنم. خیلی راحت، خیلی سریع. بعدش برای سسش هم میایم دژان ها رو قاطی میکنیم با آب لیمو، روغن زیتون و عسل. و خود دژان حالا طعمش چیه؟ اگه خواستی که از یه طعم دیگه استفاده کنین میتونین. خود طعمش حالت تند، شور و خردله، یعنی انگار خود خردل معمولی با نمک و فلفل قاطی کردیم، ولی خود دژان ماسترد اینجوری. بعد اینا رو قاطی میکنیم، هم میزنیم و به سسمون اضافه میکنیم. عکس نهایی سالاد رو ضمیمه کردم، مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم. مراقب خود به زهرا، سارا، علی، کوشان، کوروش. خدافظ.